با درود و هفتمین قسمت از آموزش آدوبه فتوشاپ خوش آمد. در این قسمت میریم سراغ پنجره لایر ماسک و میبینیم چی ویژگی هایی داره. همونطوری که در قسمت های قبلی در ابزارهای انتخاب هم گفتیم، پنجره لایر ماسک نیاز به یک درس جداگانه داره که در این بخش میپردازیم و این پنجره مهم و کاربردی فتوشاپ. زمانی که ما روی ابزارهای انتخاب کلیک میکنیم و هر یک از این ابزارها رو انتخاب میکنیم، پنجره لایر ماسک اینجا در این بالا برای ما ظاهر میشه که البته میتونیم با استفاده از مینوی سلکت از اینجا هم وارد این پنجره شویم و یا هم کلیدهای ترکیبی آلت، کانترل و آر رو بزنیم تا وارد این پنجره شویم. و اما من از اینجا روی پنجره سلکت ماسک کلیک میکنم تا بدون دردسر وارد این پنجره شوم. وقتی وارد این پنجره میشیم، در سمت چپ ما جعبه ابزار این پنجره را داریم که تقریبا شبیه همون جعبه ابزار محیط عمومی فتوشاپ هست یا تغییرات نداره. و در قسمت سمت راست هم ما پنجره پروپرتیس داریم که مهمترین قسمت پنجره لایر اند ماسک هست. ابزارهای این پنجره عبارت از کویک سلکشن هست، رفایند اج هست، برش تول و لاسو تولز هست، هند و زوم این و زوم اوت هست که ما با استفاده از کویک سلکشن میتونیم سوژه ما را در عکس انتخاب کنیم. رفایند اج هم بعداً برایتون شرح خواهم داد و برش تولز هم که کار خاصی نمیکنه، فقط یک برش برای ما میته و هر جایی که این برش بکشیم همونجا رو بدون در نظر داشت رنگ برای ما انتخاب میکنه. لاسو تولز هم که قبلا در یک درس جداگانه برایتان تشریح دادیم. هندز هم وقت عکس ما زوم باشه ما رو در هر قسمت عکسی که نیاز داشته باشیم میبره تا راحت تر ببینیم. زوم این و زوم اوت که زوم این میکنه و همچنان از اینجا که روی منفی کلیک کنیم برای ما زوم اوت میکنم. من کنترل 0 میزنم تا عکسم با پنجره فتوشاپ این فیت شد. با استفاده از کویک سلکشن یا هم از اینجا از گزینه سلکت سابجکت که راحت تر هم هست، من سوژه عکس من انتخاب میکنم که خود فتوشاپ اتومات این عکس عروس و داماد را برای من با عنوان سوژه قرار داده انتخاب. در پنجره پروپرتیز هم یکی ویو مود داریم که میگه چگونه نمایش بدم بدون بک‌گراند عکس‌ها نمایش بدم، یعنی بک‌گراند به گونه شطرنجی در بیارم که از اینجا از مینوی ترانسپرنسی میتونیم اپاسیتیش کم و زیاد کنیم، اصلا نبینیم بک‌گراند یا هم به گونه کامل ببینیم، اما پیش‌فرضش روی 50% هست معمولا. و یا هم میگه بگونه مرچن اندز یا همون ریشه مرچه‌ای که این به نظر من بیکار بردترین مود این بخش هست. و یا اوورلی یک رنگ بگونه رنگی در بیارم که حالا بگونه رنگ سرخ هست، میتونیم از این گزینه رنگش هم بگونه دلخواه، سفید، سیاه، آبی، سبز یا هر چیزی که دوست داشتیم بگذاریم که من حالا چون عکسم رنگ سرخ نداره یا هم کم هست رنگ سرخش، روی همان رنگ سرخ قرار میتونم. اگر از شما رنگ سرخ در عکستان زیاد بود و با رنگ سرخ راحت نبودین میتونین تغییرش بدین. یا هم میگه که بگونه بلک قرار بدون، بگونه وایت سفید یا بگونه بلک اند وایت قرار بدون برایتون که من با اوورلی راحت هستم و همین گزینه را انتخاب میکنم. شو اچ هم تشخیص لبه ها است که ما کلیک کنیم با فعال کردن و غیر فعال کردن میتونیم لبه های عکس ما رو ببینیم. شو اورجینال هم که هست میگه عکس به گونه اورجینالش یا اصلیش برایتان نمایش بدیم. های کوالیتی هم که هست کیفیت عکس و بالاترین حد ممکنش میبره که البته اینجا به گونه عادی خوب هست، چون شما اگر روی های کوالیتی قرار بدین ممکن که سیستمتان ضعیف باشه و در موقع کار برایتان مزاحمت ایجاد بکنه. اندکتس چی هست؟ اندکتس هم میگه که به گونه
بخش های پوشش داده را برایتان نمایش بدیم یا بخش های انتخاب شده را. حالا ببینید این بخش در حالت انتخاب قرار داده و اگر روی مسکت ایریا بزنیم بخش هایی که خارج از انتخاب اون بخش ها را برای ما مسک میکنه. اینجا هم ایج دیتکشن داریم. ایج دیتکشن شناسایی گوشه ها و لبه ها است که این پایین تمام این بخش ها روی لبه های تصویری ما کار میکنه و زیر مجموعه همین بخش ایج دیتکشن هست. رادیوس میگه شعاعها را کم و زیاد میکنه. اگر ما بالا ببریم شعاع این refined ایج ما زیاد میشه و زمانی که رویش کلیک کنیم ممکن است از داخل سوژه ما هم بخش‌های را انتخاب بکنه که حالا ببینید بخش انتخابش داخل سوژه ما هم آمد و باعث شد که این بخش هم قرمز شود و وقتی که ما خروجی میگیریم اگر در حالت یک لایر خروجی بگیریم این بخش را حذف میکنه که من روی همون صفر قرار میتونم چون کیفیت عکسم خوب هست. اگر کیفیت عکسم پایین باشه یا از شما کیفیت عکستان پایین بود میتونین میزانی رادیوس بیشتر بکنین و وقتی که کارتون با لبه ها تمام شد میتونین قسمت های وسطی عکس با استفاده از برش تول حذف کنیم. اسمارت رادیوس هم که رادیوس ما در حالت هوشمند قرار میده، کاربردش خوب هست، تکشه بزنین بهتر هست. گلوبال ریفاینمنتس هم که اصلاحات هست، اصلاحات لبه های عکس ما. لبه های عکس ما را اصلاح میکنه، مثلا اسموت میکنه یا هم فیدر میته یا هم کانتراستش بالا میبره و غیره. که حالا من بیایم اینا را یکی یکی از حالا من میایم این لبه را زوم میکنم تا تشریح اینها را شما بهتر بفهمید. اسموت چی کار میکنه؟ اسموت لبه های ما را نرم میکنه. اگر من اسموتی را روی صفر بذارم در این حالت هست. ببینید اگر اسموت زیاد کنم میبینید که لبه ها مات شد و به گونه نرم قرار گرفت، از اون حالت رنجه بیرون شد که وقتی شما یک مو یا یک قسمت نازک عکستان انتخاب میکنین این زیاد بالا ببرین دیگه اون قسمت برایتان محو میکنه و قابل تشخیص نیست. اگر روی مثلا 5-10 بگذارین خوب هست. فیدر چی کار میکنه؟ فیدر همانطور که قبلا هم گفتم لبه ها رو نرم میکنه، اما به چی صورت؟ یک مقدار رنگ لبه های سوژه را میپاشد روی بک‌گراند و یک مقدار رنگ بک‌گراند رو میپاشه روی سوژه عکس یا سابجکت عکس و این باعث میشه که لبه های انتخابی ما در حالت نرم قرار بگیره و زمانی که ما عکس ما را از بک‌گراندش جدا میکنیم میبریم در یک بک‌گراند دیگه قرار میتیم در حالت تابلو نباشه، یعنی یک مقدار شکل طبیعی تر به خود بگیره. حالا ببینید من فیدر زیاد میکنم، این خیلی زیاد شد. اینجا رو نگاه کنید، حالت انتخاب ما یک مقدار آمد داخل و از رنگ های سوژه ما یک مقدار پاشیده شد در بیرون. من اینجا نیازش ندارم، عکسم با کیفیت هست و همان روی صفر قرار میدم. کانتراست هم میزانی رنگ های لبه ها را بیشتر میکنه، رنگ های روشن روشنتر و رنگ های تاریک تاریکتر میکنه. اگر ما زیاد کنم میبینیم که چه تغییرات رخ میده. ببینید اینجا رنگ ها کانتراستش بیشتر شد و این حالت انتخاب ما رنجه شد. پس دوباره ما در حالت صفر قرار میتونم و نیازش هم ندارم. شفت ایچ که هست اگر به طرف مثبت ببریم از سوژه ما میگیره به سمت بیرون میره، حالت انتخاب ما رو به طرف بیرون میبره. و اگر روی منفی طرف منفی بیاریم
حالت انتخاب ما را کمی داخل میاره که در حالت انتخاب شما کوشش کنید به اندازه 1 مگاپیکسل به داخل انتخاب کنید و بهترین حالت همین هست. حالا من روی 0 قرار میتونم چون اینجا کار زیاد دارم، لازم نیست ایرا در حالت زیاد یا کم قرار بدم. اینورت که هست حالت انتخاب ما را به بیرون یا به داخل میبره. مثلا اگر شما حالا اینورت گفتم سوژه ما را از حالت انتخاب خارج کرد، بک‌گراند ما را در حالت انتخاب قرار داد و اگر دوباره کلیک کنم برعکسش. کلیر سلکشن هم که انتخاب ما را حذف میکنه. در پایین اوتپوت ستینگ داریم که تنظیمات خروجی ماست. اگر بیایم این گزینه The Contents Colors فعال بکنیم، Amount برای ما فعال میشه. Amount چه کار میکنه؟ Amount رنگ های ضعیف بهبود میبخشه که زمانی که شما خروجی گرفتین اگر نیاز به بهبودی رنگ داشت عکستان میتونین از این گزینه استفاده کنین، زیادش کنین که رنگ های ضعیفتان رو بهبود ببخشه یا هم کمش کنین چون عکس ما با کیفیت است در حالت 0 قرار. و اوتپوت 2 هم میگه که اولش در حالت سلکشن که همون ریژه مرچه‌ای هست برایتون خروجی بگیریم. لایر ماسک یا روی لایه‌تان یک ماسک قرار بدیم از حالت انتخابتان. یک لایه جدید بگیریم یا یک لایه جدید با ماسک بگیریم، یک داکیومنت جدید بگیریم. اینطوری یک داکیومنت این یا اینها یک داکیومنت است. اگر شما روی داکیومنت بگذاریم یک همینطور داکیومنت برایتان خروجی میگیرم. یا نیو داکیومنتس و لایر ماسک هر دویش با هم میگیرم که من بیشتر روی لایر ماسک قرار میتونم یا هم روی یک لایه جدید همراه با ماسک قرار میتونم. اگر نیاز داشته باشم در این حالت قرار میتونم. خب حالا میریم با استفاده از Refined Edge این قسمت های عکس ما که انتخاب نشده یا قسمت هایش در حالت انتخاب هست از حالت انتخاب خارج میکنیم یا هم در حالت انتخاب قرار میدیم. و کار این ابزار هم همین است که مثلا این موها یا حالت های باریک و نازک سوژه ما را از بک‌گراند جدا میکنه. خب من انتخاب میکنم، کلیک میکنم و میکشم روی این موی رها در باد. حالا یک شعری هم هست نمیدونم اسم شاعرش یادم رفته، میگه شبی در باد میرقصند موهایت یقین دارم، شبی بر باد خواهد داد مردی دودمانش را. همینطور که اینجا کلیک کنم سوژه را از بک‌گراند جدا میکنه، خودش به گونه خودکار بک‌گراند تشخیص میده، حذف میکنه و سوژه را در حالت انتخاب قرار میده. خب همونطوری که میبینید من این عکس انتخاب کردم و روی نیو لایر ماسک اینجا قرار دادم و این گزینه هم میگه این ستینگ شما رو به خاطر بسپاریم تا بعدا هم ازش استفاده کنیم یا خیر که من تیکش زدم. حالا اگر شما هم این تنظیمات تغییرات وارد کردید میتونید این گزینه رو تک بزنین تا بعدا ازش استفاده کنید. حالا اوکی رو میزنم. خب میبینیم که عکس ما انتخاب شد، اینجا هم ریش ماسک قرار داد و این عکس اصلی ما را حذف کرد
که اگر رویش کلیک کنیم میتونیم هم ببینیمش. حالا میبرم روی تامبنیلی که برایش طراحی کردم. این عکس هم قرار میتونم بک‌گراند عکس اصلی من هم گزینه نمایش فعال میکنم. هر دوتا رو با استفاده از کلید کنترل انتخاب میکنم و با استفاده از ابزار جابجایی کلیک میکنم و میکشم میبرم روی این تامبنیلیم رها میکنم. چون عکس با کیفیت هست، بزرگ هست، از تامبنیل من بزرگتر هست، من کوچیکترش میکنم، میارم در یک قسمت دلخواه قرار میتونم. اینا را پایین میارم، عکس اصلی را زیر قرار میتونم، هر دیشا لینک میکنم با هم و اینجا خب اینجا خوب است. اینجا قرارش میتونم با استفاده از کنترل اس هم سیو میکنم. این بود درس هفتم از مجموعه آموزشی 0 تا 100 فتوشاپ. اگر دنبال این گونه آموزش ها هستید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از آموزش های بعدی هم با خبر شوین. ممنونتان. بدرود.